به نام خالق یکتاس سلام عرض ادب دارم خدمت شما بیننده های تلویزیون 11. امید است خوب صحتمند و سر حال باشید. به نخستین برنامه سفر با من محمد صمیم آزادی خوش آمدید. امروز در یکی از ولایت‌های زیبای افغانستان آمدیم و از شما دعوت میکنم تا آخرین دم برنامه با ما همراه باشید. سفر ما ادامه دارد، پیش به سوی خوشبختی آمید. زندگی همیشه زیباست، با آن شرطی که زیبا بیاندیشی، زیبا فکر کنی و زیبا زندگی کنی. و امروز در یکی از طبیعت‌های زیبای افغانستان هستیم، کنار یکی از هموطنان عزیز هستیم و گفت شنیده با انشاء خواهیم داشت. برادر عزیز سلام. علیکم السلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز چینل شما. سلامت، زنده و سلامت باشین. میشه کوتاه خود معرفی کنید؟ هجدان نفانی هستم از ولایت کابل. بسیار خوب. برادر عزیز، چی انگیزه باعث شد که شما در یکی از طبیعت‌های زیبای افغانستان بیاین و امروز شما را اینجا می‌بینیم؟ بسیار واقعا خوش هستیم. والا برادر عزیز، در بگویم که کشور ما افغانستان داره بهترین منظره ها و جای ها می باشه. خود مردمان خارج از یک چهره دیگه از افغانستان نشان میده و ما آمدیم که ببینیم واقعی حقیقت داره یا ما طبیعت های وجود داره که این دروغ ها را نکوهش میکنه. بسیار گپ خوب. و از این طبیعت ها لذت میبرین و واقعا چگونه از دیدگاه شما؟ 100% جای لذت از دیگه با بسیار کیف میکنیم از این لذت. پیام شما چی است به جهانیان، البته به هموطنان عزیز و همه مردم؟ با مردم ها میگم که والا بیایند افغانستان و منظره های افغانستان را دیدن کنن و از چهره که خارجیان نشان دادن ببینن که این حقیقت نداره. زنده و سلامت باشین برادر. بخیر باشید الله. بیننده های عزیز، سفر ما ادامه داره، با ما باشید. امید است خوب سلامت و سر حال باشین. قسمی که شما مشاهده میکنین در یکی از طبیعت‌های خوب و فوق‌العاده هستیم و اینجا فعلا حضور داریم و شما مشاهده میکنین که واقعا یک طبیعت سرد، طبیعت دلنشین است و همچنان میبینین که چه خود یک آبی است، آب شفاف، آب روانی است، کوه، صحرا، دریاها، همه چیز در طبیعت است. و سفر ما ادامه داره، اینجا را به تصویر میکشیم، شما مشاهده شید.
بیننده های عزیز، در یکی از قسمت های حضور داریم که واقعا معجزه‌واری است، یعنی خیلی عجایب است، عجیب است برای ما و صحبت هرچند که آهسته باشه ولی انعکاسی است. دیگه فعلا کنار یکی از دوستان میریم، دیگه با یا مصاحبه خواهیم داشت. سلام برادر عزیز. سلام برادر، خوب هستین؟ بخیر. سلامت. میشه کوتاه خودم معرفی کنید؟ میلاد هستم از کابل عزیز. بسیار خوب. چی احساس دارین که در این موقع حضور دارین؟ والا احساس خوب، با انسان باید از هر لحظه زندگی خود لذت ببره. بیشک واقعا همینطور است و همین که میگن که صدا نکاس نکنه حقیقت داره. ولی صد میشه یک امتحان کنیم؟ امتحان میکنیم. آماده باشیم. خیر دوستان عزیز، ببینید که ما یک انعکاس صداست. البته وقت است یا نه؟ آماده هستی؟ 100%. 1 2 3. آه! هوا گرم است ولی اینجا که رسیدیم واقعا هوا بسیار سرد است. فکر میکنید از سایبریا هستیم این دقیقه. واقعا از سایبریا کم نیست. واقعا افغانستان طبیعت خاص خود داره. هر جایش، هر مکانش که میبینی جاذبه های دیدنی داره. و چطور جاذبه ها؟ بسیار مقبول، بسیار جذاب، انسان رو جذب میکنه. واقعا. و چطور سفر از کابل تا به این موقعیت که فعلا رسیدیم چطور بود؟ والا سفر بسیار جالب بود برام. تمام شد و کوه‌ها رو دیدیم و صخره‌ها رو دیدیم، بسیار جالب بود. لذت ببرید. سفر ما ادامه داره. بیننده های عزیز با ما باشید. بامیان قلب آرام افغانستان، خانه بودا امن است و سرشار از هنر. بامیان با داشتن همین مجسمه ها بند امید و جاذبه هایی که دارد برای خود شهرت جهانی داده است. بیننده‌های عزیز تلویزیون 11، این بود برنامه سفر این هفته ما. تا برنامه بعدی همه شما را بالای یکتا امانت میکنم. شاد خرم باشید. بدرود.